به نام خداوند یکتا. درود، من فاطمه اقبالی هستم، نویسنده رمان ترس مبهم. خوشحالم که شما این سفر شنیداری را با من آغاز میکنید. داستانی که از دل تاریکی های ذهن و احساس زاده شده. من از شما دعوت میکنم که در این روایت با من همراه باشید، گوش دهید و حس کنید. با سپاس فراوان از همراهان عزیزم. قسمت دوم ترس مبهم. بابا حیدر، اون پسر عکاس بود؟ نه، فکر نمی کنم دخترم. راستشو بخوای آنقدر به جزئیات واقف نیستم. و مادر بزرگ زینب خانم دختر جوان و قد بلند و موهای طلایی و کمندی داشت. به گفته دیگران مادر خدا بیامرزت هم شباهت زیادی با زینب خانم داشت. زینب با کوزه گلی که بر دوش داشت راهی چشمه شد که از چشمه زلال آب برداره. مانند آهوی زیبا و تیزپای راه می رفت. آواز سر می داد و ترانه می سرود. گاهی با سار و بلبلان هم نوا می شد. خلاصه بسیار شاد و شنگول بود. وقتی نزدیکی چشمه رفت و کوزه را درون آب فرو برد، جمشید خان، همون پسر جوان و خوشتیپ شهری که بوی عطرش از دورتر آدمی رو مست میکرد، جلوی چشمه اومد و سلام کرد. با سلام گفتن جمشید، زینب که در رویاهای خود سیر میکرد حواسش به اطراف نبود، که خورد و دستش شل شد و کوزه افتاد. کوزه شکست و جمشید خان از اینکه باعث ترسیدن زینب شده بود ناراحت شد و فوراً معذرت خواست. زینب خانم در یک لحظه خشکش زده بود. جمشید به او گفت که ببخشید خانم، فکر نمی کردم که شما انقدر بترسید. دختر ساده دل روستایی خیلی خجالت کشید. جمشید خان تون معذرت میخواست و گفت اصلاً چنین قصدی نداشتم. زینب زیر چشمی نگاهی به اون انداخت و جمشید هم نگاهی دقیق به زینب انداخت، ولی زینب 2 پا داشت و 2 پا هم قرض کرد و با سرعت هرچه تمامتر دوید. او هم به دنبالش همچون صیادی به دنبال شکارش. نیمه های راه جمشید خسته شد و نزدیک به آبادی بود که از تعقیب منصرف شد. قدمهاش رو کندتر کرد و خیلی آرام و آهسته گام برمی داشت. زینب هم به خیال اون پسر شیک و ظاهراً مؤدب رو گم کرده. از سرعتش کم کرد و بعد آرام به خانه رفت و داخل شد. جمشید هم فهمید که خانه زینب کجاست. جمشید خیلی از زینب خوشش اومد بود. در واقع با یک نگاه عاشق و شیفتش شده بود. جمشید به شهر و خانه مجلل خودش بازگشت و با مادرش در این مورد حرف زد و گفت میخوام با اون دختر روستایی ازدواج کنم. مادرش پوزخندی زد و گفت پسر شوخی میکنی؟ جمشید گفت نه مادر، شوخی نمی کنم، حقیقتشو میگم، من اون دختره رو دوست دارم. مادرش گفت پسر، تو با خانواده خانزاده و اشرافی میخوای با اون دختر روستایی و بی اصل و نسب ازدواج کنی؟ جمشید گفت آره مادر، مگه چه عیبی داره؟ وای، میگه چه عیبی داره؟ من فکر کنم که اون اصلا سواد خوندن و نوشتنم نداشته باشه. بعد تو با این همه کمالات و تحصیلات میخوای با یه دهاتی که رنگ شهر رو ندیده وصلت کنی؟ وای خدای من، چه خاکی به سرم بریزم. در همان لحظه حال مادرش به هم خورد و او رو به بیمارستان بردن. پدرش هم با فهمیدن این موضوع حسابی عصبانی با هم کلی مشاجره کرده بودن. اما جمشید پافشاری میکرد و با مخالفت خانواده مواجه شد. جمشید تصمیمی تازه گرفت. پس شناسنامه و مقداری پول برداشت و عازم روستای سبز محله شد. بله، جمشید به دنبال عشق ازت هرچه نام و شهرت و ثروت بود دل کرد. خانواده جمشید بسیار علاقه‌مند بودند که او به خارج از کشور برود و ادامه تحصیل دهد. نمیدونم دخترم او در چه رشته تحصیل میکرد. جمشید تصمیمش رو گرفته بود و از خانوادهش دل برید. به روستا اومد و خانه کوچکی اجاره کرد و چند مدتی آنجا ساکن بود که کم کم خود رو به خانواده مادر بزرگ نزدیکتر کرد.
بعد از چند وقت به خواستگاری زینب خانم رفت و زینب هم به او علاقه خاصی پیدا کرده بود. او با نیت پاک و عشق حقیقی عاشق جمشید شده بود. مادر زینب از او پرسید تو این پسر شهری رو دوست داری؟ زینب شیفته و شیداوار به او پاسخ داد بله مادر جون. مادر دلش لرزید و به او گفت جمشید از خانواده بزرگی هستش، پسر خان و خانزاده است. آخه اونا وصلت با رعیت و مثل ما که به نان شب خودمون محتاجیم نمیپسندن ما رو. هرگز راضی نمی که پسرشون دختر روستایی رو که پدرم مال سرش نیست بگیره. بیا بگذر از ازدواج با این پسر صرف نظر کن. خواهش میکنم. زینب انگار براش چیزی مهم نبود. اصلا گوشش حرفی رو یا حرف منطقی رو نمیشنید یا نمیخواست بشنود. اون عاشق دلسوخته جمشید شده بود. جمشید هم عاشق و خاطرخواه زینب. زینب غافل از این که ازدواج با جمشید تمام سرمستی و شادابی و حتی جوانیش رو از او خواهد گرفت و نمیدانست عمر خوشی‌ها و لذت‌هاش بسیار اندک و همانند عمر گل کوتاه خواهد بود. آنان برخلاف میل همه ازدواج کردن و یه زندگی عاشقانه و رویایی رو آغاز کردن. خوش و آرام و سرزنده بودن تا اینکه مادر جمشید دلش طاقت نیاورد و با همسرش به سبز محل آمدن. اونا با اومدنشون لانه کوچک مملو از عشق پاک اون دو رو به هم زدن. شاید ازدواج این دو نفر با تفاوت‌های زیاد طبقاتی یک اشتباه بزرگ بود. اونا به جمشید گفتن ما برات در دانشکده در اروپا جایی ردیف کردیم و همه هزینه ها و شهریه را پرداختیم. تو حتما باید بری. جمشید پاسخ داد مگه نمی‌بینید که من ازدواج کردم؟ نمیتونم همسرم رو اینجا تنها بذارم. پدر و مادر جمشید خیلی با سیاست رفتار کردن و با ملاطفت و مهربونی اون دو جوون رو خام کردن. به جمشید گفتن تو ناراحت و دلواپس همسرت نباش. ما برنامه‌های کارش رو ردیف میکنیم و او رو در اسرع وقت به نزدت میفرستیم. اشک از چشمان زینب جاری شد. اون میدونست که طاقت دوری و جدایی جمشید رو نداره. تازه به هم عادت کرده بودن و اخ شده بودن. اون دو نفر به نظر خودشون زندگی شاعرانه و خیلی خوبی داشتن. زینب خودش رو خوشبخت‌ترین زن دنیا حس می‌کرد. تمام رویاها و آرزوهاش در حال نابود شدن بود. مادر جمشید با زبونبازی و حیله‌گری بهش متذکر شد که مگر همسرتو دوست نداری؟ زینب گفت چرا مادر جون این چه حرفیه؟ من حاضرم جانم رو فداش کنم. عزیزم لازم نیست که شما جانت رو قربانش کنی. فقط یه کمی خانومی کن و رضایت بده تا همسرت به اروپا بره. برای خود و خانوادهش و برای همسرش افتخار کسب کنه. اگه واقعا اونو دوست داری باید این کارو بکنی. اینجوری جمشیدم راضی میشه که به این سفر بره. اگه تو واقعا اونو دوست داشته باشی یه کاری بکن که جمشید راضی بشه، چون صلاحش در این سفر هستش و مطمئن باش ما شرایط تو رو در اولین فرصت جور میکنیم، تو رو نزد اون میفرستیم. بهتر نگران نباشی. من به تو قول میدم. زینب که دختر بی قلقش و ساده بود و دور از ریا حرفای مادر جمشید رو قبول کرد و به خاطر موفقیت جمشید از خودش گذشت و رضایت داد. جمشید وقتی دید که زینب راضی شده به اتفاق پدر و مادرش روستا رو ترک کردن و عازم سفر شد. زینب و جمشید خداحافظی سوزناکی با هم داشتن. اونا از هم دور شد. خانه سوت و کور شده بود. تازه از تنهایی در اومده بودن. جمشید پسر شوخ و خوبی بود. سکوت خانه اونها رو شکسته بود. با رفتنش دوباره
اون خونه سکوت و سکوتی که غم به دل راه پیدا میکرد. جمشید شاید میدانست که دیگر زینب را نخواهد دید، چون کاملا به اخلاق پدر و مادرش آگاه بود. خود اون نیز به علت علاقه شدیدش به ادامه تحصیل راضی به سفر بود. والا نمیدونم، من که شک دارم که علاقه جمشید خان برخلاف مادر بزرگ خالصانه بوده. شادم یک هوس بیش نبود و عشقش ریشه دار نبود. پدر به من یادآور شد مینا جان، نمیشه یه طرف قضاوت کرد، چون بعدها اتفاقات عجیب و باور نکردنی افتاد که نمیتوانیم ما پیش خودمون برای دیگران حکم صادر کنیم. جمشید شاید برای نیومدنش دلایل قانع کننده داشت. چراهای زیاد و شایدهای زیادی بود، اما هیچ یک از این شایدها نیامدن جمشید رو برای زینب توجیه نمی کرد. 1 ماه از رفتن جمشید گذشت، نه از او خبری شد و نه از خانواده‌اش خبری شد. حال زینب یکو به هم خورد. مادر زینب به رفتارها و وضع حال او مشکوک شد. فهمید که زینب باردار است. ازدواجی که چند ماه بیشتر به طول نینجامید و همه خوشحالی‌هایش به غم و هجران تبدیل شد، هجرانی که برایش طاقت فرسا و غیر تحمل بود و فقط به امید به دنیا اومدن فرزندش زنده بود. گاه در انتظار آمدن جمشید چشم از پنجره بر نمی داشت. شب و روز کارش همین شده بود، حتی گاهی کنار پنجره می خوابید و به خاطر بچه‌ای که در شکم داشت به اصرار زیاد مادرش کمی غذا، آن هم از روی بیمیلی می‌خورد. آنان بعد از چند ماه توسط یک بنده خدایی اطلاع پیدا کردند که خانواده جمشید همه چیزشان را فروختن و به خارج از ایران سفر کرده و اصلاً اثری از خود باقی نگذاشتند. تمام امیدی که تا به حال داشت همه از بین رفت. جمشید تمام لذت زندگی و شور و شوق آن دختر زیبارو رو از او گرفته و او را به خاک سیاه کشانده بود. مادرش از این بابت اندوهگین بود و همیشه خانواده جمشید رو به خاطر باعث جدایی 2 جوان شده بودن نفرین میکرد. سر سجاده نماز دعا میکرد که جمشید هرچه زودتر به نزد زن و بچهش بازگرده. زینب بعد از 9 ماه بارداری ثمره یک عشق زودگذر را به آغوش کشید. درد هجران و جدایی برای او از هر دردی سخت‌تر و کشنده تر بود. زینب در یک شب مهتابی تابستون مادرت مهتاب رو به دنیا آورد. اسمشم رو به خاطر اون شب مهتابی مهتاب گذاشت. مادر بزرگ زینب خوشحال بود که دختر زیبا و سعی و سالمی به دنیا آورده.